اگه تو هم مثل من توی فضای مجازی فعال باشی، حتما این پسر کوچولو رو دیدی که روی قایقش داره میرقصه. با رقص پر انرژی و خاصش واقعا شبکه‌های اجتماعی رو آتیش زده. روی یه قایق ساده که روی آب شناور ایستاده. استایل منحصر به فرد، راحتی و جسارتش هزاران نفر رو در اینترنت مجذوب خودش کرده. ترکیبی بی‌نقص از سنت و مدرنیته. هر قدمش، هر حرکتی که با ریتم اون فضای عجیب همراهه، شبکه‌های اجتماعی رو به لرزه انداخته و استعدادش رو فراتر از مرز آورده. این پسر کوچولو خودش به تنهایی یه جور فلو داره و واقعا یه ابهت خاصی داره. بذارید توضیح بدم. ماجرا توی اندونزی اتفاق میفته و مربوط به یه جشنواره است به نام پنچاک سیلات که از قرن 16 میلادی تا الان وجود داره. مسابقه قایقرانی 1 کیلومتره و پسر کوچولویی که جلوی قایق میرقصه با رقصش تیم مقابل رو تحریک میکنه و به تیم خودش ریتم و انگیزه میده. اسم این رقصنده کوچولوی معروف که داره اینترنت رو میترکونه دکاه. فقط 9 سالشه و توی جامعهشون بهش لقب اسرائیل دادن چون تقریبا هیچ وقت نمیبازه. علاوه بر اینکه توی رشته خودش بی‌رقیبه، الان توی تیک تاک هم وایرال شده و داره میدرخشه. حرکت‌های رقصش همه جا استفاده میشن. واقعا همه جا میبینیشون و داره اینترنت رو تصرف میکنه. دیوانه کننده.